خب عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک حضار در مجلس. خداوند بزرگ و شاکرم که باز امسال این توفیق برای من حاصل شد که به نام حسین و به یاد حسین در مجلسی باشم که با نام او پیوند خورده. حسینی که از سرمایه‌های بزرگ انسانه و امیدوارم خداوند به از خداوند بزرگ خواهانم که لیاقت شیعه بودن او رو به یکایک ما اعطا بکنه. به حال شخصیت بزرگی است که جانهای یکایک ما ایرانیان با او پیوند دیرینه‌ای داره و به حال سخن گفتن در مجلسی که به نام اوست و با یاد او برای فردی مثل من بسیار بسیار دشوار. به حال خداوند بزرگ و شاکرم. بحثی که من دیروز مطرح کردم آقای صلواتی فرمودن که یه مقداری امهاتش رو تکرار بکنم. بحث بر سر آینده اسلام در ایران، آینده تشیع در ایران و آینده تفکر دینی و معنوی در حیات اجتماعی تاریخی آینده ما. گفتم نشانه‌های زیادی وجود داره، نشانه‌های زیادی وجود داره که نشون میده سنت تاریخی ما، سنت دینی و معنوی ما در میان جامعه و در نسل‌های جدید متزلزل شده و به شدت رو به تضعیف. پرسش‌های شالوده شکنانه، پرسش‌هایی که از اساس تفکر دینی و معنوی رو به پرسش گرفته، پرسش‌هایی که پدیده‌ای مثل وحی نبوت رو به پرسش گرفته. با این طرح پرسش‌هایی مثل این که مگر خداوند با انسان حرف می‌زند و حتی شخصیت بزرگی مثل پیامبر ما به شدت در مزان پرسش‌های تردیدافکارانه است. حتی نه فقط ارزش‌های او انکار میشه که حتی او رو تجسم مرد شمشیر بودن، کسی که از ثروت خدیجه استفاده کرد، کسی که زنباره بود، کسی که دینش دین خشونته و با خشونت دینش رواج پیدا کرده، با یک چنین پرسش‌هایی در واقع ذهن جوانان ما به شدت درگیره. ارزش‌های اخلاقی متزلزل شده، شعائر ضعیف شده و نه فقط یک مقدار رویگردانی، یک مقدار زیادی رویگردانی نسبت به سنت و معاصر دینی ما صورت گرفته، حتی نوعی خشم و کینه و نفرت نسبت به میراث تاریخی ما صورت گرفته و شاید در هیچ دوره تاریخی همچون چند دهه گذشته میان جامعه و باورهای دینی و معنوی یک چنین گسستی صورت نگرفته. در هیچ دوره تاریخ ما یک چنین گسستی رو ما تجربه نکردیم. تا اونجا که ما میتوانیم از دومین گسست تاریخی و تمدنی خودمون صحبت بکنیم، اگر در سطر تاریخ مشروطه، در واقع نیمه اول قرن 19 میلادی ما نخستین مواجهه خودمون رو با تمدن جدید غربی داشتیم و دچار اولین شکاف شدیم، امروز با دومین شکاف مواجه هستیم. به هر حال همه اینها نشون میده که برخلاف ادعاهای رسمی تفکر دینی و معنوی و اسلام و تشیع عزیز ما در میان بخش‌های وسیع از جامعه و نسل‌های جدید رو به ضعیف شدن، رو به تضعیف. سوال اینه که آینده اسلام و تشیع و تفکر دینی و معنوی در ایران چگونه خواهد بود؟
توضیح دادم که مواجهه من نه مواجهه سیاسی است، نه مواجهه ایدئولوژیکه. من خواهانم به عنوان یک معلم فلسفه نوعی رویکرد پدیدارشناسانه داشته باشم و گفتم تفکر یعنی پدیدارشناسی، به این معنا که میخوایم ببینیم واقعیت ها چی به ما میگن. نمیخوایم ما بر اساس گرایشات خودمون حرف در دهان پدیدارها بگذاریم، میخوایم رویدادها رو همانگونی که هست در حد توانمون فهم بکنیم و اشاره کردم موانع زیادی وجود داره که ما نمیتونیم واقعیت ها رو ببینیم و قدرت ها، چه قدرت های جهانی و چه قدرت های داخلی، میکوشن فضای تفکر رو تیره و آلوده رو کنن و در پس این فضای تیره و غبارآلود نزدیک شدن به حقیقت بسیار بسیار دشوار. بحثم رو از اینجا در این جلسه ادامه میدم که ما برای اینکه بتوانیم در مورد آینده اسلام در ایران بیاندیشیم، ما با دشواری ها و پیچیدگی های نظری زیادی مواجه هستیم. یعنی این پاسخ این که در آینده اسلام باقی خواهد ماند یا نه دیگه در آینده اسلامی باقی نخواهد ماند، یه مقدار پاسخ های عوامانه است. حقیقت مطلب این که برای اینکه بتوانیم مواجهه حقیقی و حقیقت محورانه با این پرسش داشته باشیم، ما با موانع و پیچیدگی های زیادی مواجه هستیم. یکی از این موانع اینه که خلط توصیف و توصیه میشه. من نیومدم اینجا به شما بگم که باید اسلام در میان ما تضعیف شود، نه. من دارم یک گزارش خبری میدم، یعنی دارم توصیف میکنم و به هیچ وجه توصیف این مسئله، این که میخوام گزارش بدم اسلام در میان ما داره تضعیف میشه، به این معنا نیست که من نسبت به این روند خوشنودم و اصلا بحث مسئله خوشنودی یا ناخوشنودی نسبت به این روند نیست، بلکه بحث مسئله این که این روند رو بفهمیم. حتی میتونم بگم شاید نسبت به این روند من ناخوشنودم هستم و این گزارشگری من به هیچ وجه به این معنا نیست که من دارم به دنبال استقبال این روند میرم و اومدم طرح این مسئله بکنم تا در واقع به این روند در واقع شدت و حدت ببخشم. فقط یک ذهن بیمار میتونه از حرفای من و از مواضع من در واقع چنین تلقی رو بکنه. به حال دو قطب اجتماعی در جامعه ما وجود داره. یک قطب میخواد بگه به هیچ وجه اسلام روز به روز در میان ما داره نیرومندتر میشه و داره بسط پیدا میکنه و یک طرف دیگه معتقده که تا اسلام نابود نشه این کشور روی خوشبختی رو نخواهد. تا اسلام در میان ما نابود نشه در واقع ما به توسعه، پیشرفت، اقلانیت، دموکراسی و خیلی چیزهایی نخواهیم رسید. موضع من موضع هیچ کدوم از اینها نیست. در سطح سیاسی و ایدئولوژیک، حتی در بحث جامعه شناختی هم نمیخوام مسئله رو مطرح کنم، بلکه در یک سطح بالاتری، در یک سطح فلسفی میخوام با مسئله مواجه باشم. یک نکته دیگه که وقتی در مورد اسلام صحبت میکنیم واقعیتش اینه که معلوم نیست راجع به چی صحبت میکنیم. ما اسلام‌های گوناگون و با تفسیرهای گوناگون داریم. وقتی میگیم اسلام یعنی اسلامی که در ایران است، یا اسلامی که در عربستان هست، یا اسلامی که در پاکستان هست، یا اسلامی که در افغانستان هست، یا اسلامی که در آفریقا هست. اگر بگیم مراد اسلام در ایرانه، باز با کدامین تفسیر؟ اسلامی که علامه طباطبایی تفسیر میکنه، اسلامی که آقای جوادی آملی تفسیر میکنه، اسلامی که امام موسی صدر مطرح میکنه، اسلامی که آقای خمینی تفسیر میکنه. این اسلام های متعددی است، با هم بسیار بسیار تفاوت داره. اما باز ما از اسلام تقسیم بندی های دیگه داریم. اسلام سنتگرا داریم، اسلام نوگرا داریم، اسلام سیاسی داریم، اسلام فقاهتی داریم، اسلام عرفانی داریم، اسلام رحمانی داریم، اسلام خشونتگرا داریم، اسلام انقلابی داریم، اسلام لیبرال داریم. اما به نظر من باز اینها خیلی در سرنوشت بحث ما مطرح نیست. یعنی نمیتونیم بگیم بحث عبدالکریمی در مورد تضعیف اسلام در میان ایرانیان و حتی در عالم اسلام
در واقع مربوط به تفسیر خاصی از اسلامه. به نظر من در واقع عالم دینی، همه عوالم دینی ما قبل مدرن با ظهور مدرنیته و در جهان پس از مدرنیته در واقع تضعیف شدن، رو به اتمامن، تا آنجا که ما میتوانیم از پایان یافتن عالم دینی در دوران مدرن و پس از مدرن صحبت کنیم. این رو من دیروز هم ذکر کردم، این کتاب پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر من بخونید. در اونجا در یک مقاله توضیح دادم که چرا معتقدم در عالم کنونی اساساً امر دینی وجود نداره. اون چی که هست چیزی شبیه دینه، اما سنخ امر دینی نیست. لذا در دوران ما نه امر دینی داریم، نه انسان دینی داریم، نه جامعه دینی داریم، نه حکومت دینی نه داریم و نه میتونه تحقق پیدا کنه. ما در واقع چیزهای دیگه ای رو تحت عنوان دین میشناسیم. دین مثل خیلی از مقولات دیگه یک مشترک لفظی است. مشترک لفظی یعنی ظاهر کلمه یکیست اما معانیش خیلی خیلی متفاوت. مثل کلمه شیر، شیر یک مشترک لفظی است. وقتی میگیم شیر، گاهی وقتا مرادمون شیر آبه، گاهی وقتا مرادمون شیر گاوه، گاهی وقتا مرادمون شیر جنگله. گاهی وقتا یکی میگه شیر ولی کسی دیگه از این شیر چیز دیگه ای میفهمه. گاهی وقتا ما کلمه دین و اسلام رو به کار میبریم اما معناش مشخص نیست. در اونجا من مشخص کردم که مرادم از امر دینی چیه و گاهی وقتا ما از دین حرف میزنیم ولی هیچ ربطی به امر دینی نداره. آنچه که من از امر دینی میفهمم ظهور و تجلی ساحت قدس در ذهن، اندیشه، احساس، تفکر و کنش آدمیه. به این معنا دین وجود نداره. اما دین به منزله فرهنگ، دین به منزله چیزی که از آبا و اجداد ارث بردیم، دین به منزله یک جریانی که میخواد بسیج توده‌ای بکنه تا بخواد به قدرت برسه یا قدرت حفظ بکنه، دین به منزله یک موضوع مطالعاتی تو دانشگاه‌ها، همه اینا وجود داره اما هیچ کدوم از اینا دین نیست. دین عبارت از رابطه‌ای که بین انسان با یک حقیقت متعالی و مطلق وجود داره. به این معنایی که ما به حقیقتی اعتقاد داشته باشیم و جانمون با اون نسبت داشته باشه و این نسبت در زبان من، کنش من، رفتار من، اندیشه من و احساس من متجلی بشه. یعنی وقتی شما عبدالکریمی رو ببینید، بوی خدا رو احساس بکنید، یک چنین چیزی در روزگار ما بسیار بسیار اندک. خب من چند تا مفروض دارم در این بحث. اگر این مفروضات رو با من موافق نباشید ممکنه با من به مخالفت برخیزید. مفروض اولم اینه که من میخوام ببینم در جهان چه میگذره، نمیخوام بگم من چی خوشم میاد چی بدم میاد. این مفروض رو دیروز توضیح دادم. میخوام مواجهه پدیدارشناسانه داشته باشم، میخوام ببینم واقعیت ها به من چی میگن، نمیخوام من گرایشات خودم رو به واقعیت ها تعمیل بکنم. نکته دیگه این که من یک نگرش تاریخی دارم، به این معنا که زندگی انسان ثابت نیست، زندگی انسان متحول میشه، دوره‌های میرن و دوره‌های میان، فرهنگی شکل میگیره، تمدنی شکل میگیره، اول متولد میشه، رشد میکنه، اوج میگیره و مراحل نزولی خودش رو طی میکنه. لذا در واقع همه فرهنگ‌ها در واقع در همه دوره‌ها به یک اندازه قدرت ندارن. مسیحیت یک موقع قدرت معنوی بزرگی در جهان بود، امروز این قدرت رو دست داد. اینطوری نیست که همیشه چیزی باشه. آیین زرتشتی یک موقع قدرتی در این جهان بود، امروز قدرت رو در واقع از دست داده. لذا در واقع قدرت اسلام در جوامع و اینکه بتونه رهبری بکنه چنین نیست که همواره یکی باشه، در طول تاریخ افت و خیز داشته و به نظر من قدرت اسلام در جهان کنونی بسیار بسیار نسبت گذشته تضعیف‌تر شده، ضعیف‌تر شده. و دلیل این امر اینه که با جهان مدرنی که شکل گرفت، عوالم کهن در واقع به پایان رسیدن و با بسط عقلانیت جدید زیست جهانهای دینی و عوالم تاریخی دینی، نمیگم به نفع مطلق نابود شدن و از بین رفتن، اما بسیار بسیار ضعیف شدن. یک مفروض دیگر هم من دارم و اون این که تکوین تاریخ واحد جهانی سرعت گرفت.
یعنی در قبل از ظهور مدرنیته، قبل از ظهور جهان مدرن که از قرن 15-16 به این سو شکل گرفت، انسان‌ها بر روی کره زمین به طور مستقل در فرهنگ‌های مختلف زندگی می‌کردند. تصور بکنید در گذشته یک رودخانه‌ای در اون ور جاری بود، یک رودخانه‌ای در اون ور، یک رودخانه‌ای در اون ور. یک رودخانه‌ای داشتیم به نام فرهنگ هندی، در یک گوشه‌ای داشتن زندگی می‌کردن. یک رودخانه‌ای داشتیم به نام فرهنگ چینی، تمدن خاور دور، در یک گوشه‌ای زندگی می‌کردن. در یک قسمت آفریقایی‌ها بودن، فرهنگ خودشون داشتن. در یک قسمت جهان آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین بود، اونها زندگی خودشون داشتن. در یک قسمت خاورمیانه بود، ما مسلمان‌ها عالم خودمون داشتیم. اینها رودخانه‌های مستقلی بودن. اما در این 4-5 قرن اخیر این رودخانه‌ها همه به هم پیوستن و یک رود پرخروش واحدی رو ایجاد کرد. امروز در واقع دیگه زندگی یک جوان ایرانی مستقل از آنچه که در بقیه قسمت‌های دنیا میگذره نیست. دختر ایرانی تحت تاثیر اتفاقاتی است که تحولاتی است که در جهان صورت میگیره. امروز دختر ایرانی همون احساسی رو داره تا حدود زیادی، نمیگم به نحو مطلق، که یک دختر آفریقایی، یک دختر فرانسوی، یک دختر نروژی یا یک دختر برزیلی داره. احساسات مشترک در جهان شکل گرفته. به این معنا در واقع با مدرنیته ما وارد در واقع سرعت گرفتن تکوین شکلگیری واحد جهانی شدیم و در این 40-50 سال با تحولاتی که در حوزه به اصطلاح آیتی و در واقع در حوزه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی صورت گرفته، جهان بسیار کوچک شده و به قول مارشال مکلوهان جهان به یک دهکده جهانی تبدیل شده. ارتباطات بسیار سرعت گرفته و این ارتباطات هم دیگر رو تأثیر میذاره. نتیجه این بحث هم اینه که یک رابطه‌ای بین امر محلی و امر جهانی وجود داره. به زبان ساده‌تر، امروز تحولات فرهنگی در ایران نمیتواند مستقل از تحولاتی که در سراسر جهان صورت میگیره فهم بشه. امروز احساسات یک جوان ایرانی رو نمیتوانیم بدون درک آنچه که در فضای فرهنگی جهان صورت میگیره درک بکنیم. لذا اگر میخوایم برای جوانان تصمیم گیری کنیم، اگر میخوایم سیاست گذاری فرهنگی کنیم، اگر میخوایم برنامه بدیم، باید از این تحولات فرهنگی متأثر باشیم و اینه بچه رو میگیره زیر کتک، فکر میکنه یه ایرادی داره، این بچه در واقع انحراف داره، انحراف اخلاقی داره. این بچه محصول زمانه خودشه و این تحولاتی که در زمان ما صورت گرفته رو ما باید درک کنیم. یه بحث فلسفی دارم که اینجا مطرح نمی کنم، فقط برای دوستانی که یه مقدار شاید مطالعات عمیق‌تری تو حوزه علوم انسانی دارن. رابطه آینده اسلام، یعنی بحث از آینده اسلام، بسیار ربط وثیق داره با آینده تفکر دینی و امر دینی در جهان و آینده امر دینی در جهان بسیار ارتباط داره با آینده تفکر بشری در سراسر جهان. لذا نکاتی که من امشب تو این مجلس برای شما عرضه می کنم، یعنی در مورد آینده اسلام در ایران، در واقع به یک معنا در مورد آینده دین و امر دینی در مورد جهان هم می اندیشیم. آینده اسلام در ایران تابعی است از آینده اسلام در عالم اسلام و آینده اسلام در عالم اسلام تابعی است آینده دین در سراسر جهان و آینده دین در سراسر جهان ارتباط داره با آینده تفکر بشر. اینکه بشر چه تحولاتی پیدا میکنه، دینش هم متفاوت میشه. فهم دینی که دگرگون بشه، فهم ما از اسلام هم متأثر خواهد بود. خب من چند تا اصطلاح رو میخوام در اختیار دوستان قرار بدم. اگه دوستانی که علاقه‌مندن اینها رو یادداشت کنن و روی این مفاهیم فکر بکنن. روزگارانی انسان‌ها زندگی‌های خودشون رو داشتن در عالم سنت،
با دین زندگی میکردن، با مسیحیت زندگی میکردن، با اسلام زندگی میکردن. خدایی در این جهان وجود داشت. از در و دیوار فرشته ها میباریدن، جهان رو به واسطه رازهاش میفهمیدن، اسطوره ها حضور داشتن. از حدود تقریبا 400-500 سال پیش دنیا انگار دگرگون شد. یک عالم جدیدی شکل گرفت که اسمش رو داشتیم عالم مدرن، ظهور مدرنیته. حتما راجع به چیزا خوندید دیگه، من تکرار نکنم. وقتی عالم مدرن اومد، عقلانیت علمی حاکم شد، عقلانیت تکنولوژیک به اصطلاح غلبه پیدا کرد. دیگه خداوند فاعل مایش‌ها نبود. جهان یک جهان مکانیستیه، جهان تابع قواعدی است که علم میتونه این قواعد رو بشناسه. علم جدید دستان خدا رو بست. دیگه جهان جهان کرامات و معجزات و امور خارق‌العاده نیست. جهان علمی و تکنولوژیکه. با عقلانیت جدید، عقل خودبنیاده، میخواد رو پای خودش واسه. دیگه پیامبر چنین گفت، مسیح چنین گفت، خدا چنین گفت و قال الحکیم فی کتاب مبین، دیگه اینها رو باور نداره. اون میخواد رو پای خودش بیسته، چیزی رو که خودش میفهمه و چیزی که خودش تجربه میکنه. در یک چنین جهانی انسان محور میشه. اگر جهان گذشتگان تئوسنتریک خدا محوره، جهان جدید جهان اومانیستی است. جهانی است که روی کاکل بشر میخواد بشه. جهانی است که بشر اراده خودش رو میخواد حاکم بکنه، طبیعت رو میخواد تابع اراده خودش کنه، جامعه رو میخواد تابع اراده خودش کنه، اقتصاد رو میخواد جامعه تابع اراده خودش بکنه. تحولات زیادی صورت گرفت که این دنیا رو، دنیای جدید رو با دنیای گذشتگان خیلی متفاوت ساخت. اما ما مسلمان ها متاسفانه نتوانستیم خودمون رو با این جهان جدید منطبق کنیم. الان 2 قرن متفکران مسلمان میکوشن شکافی که بین عالم سنتی اونها و عالم مدرن شده پر بکنن و ما نتوانستیم به یک نظام اندیشگی شایسته دست پیدا کنیم تا بتونیم ببینیم مسلمان بودن در جهان معاصر چگونه چیزی است. ما از این نظر بحران داشتیم. ما هنوز خودمون رو با جهان مدرن خودمون رو منطبق نکرده بودیم که جهان مدرن هم دود شد رفت. مارکس در مورد مدرنیته بگه که در دوران مدرن هر آن چیزی که سفت و متسلب شد دود شد و رفت هوا. ارزش ها زدوده شد، قداست ها زدوده شد، ارزش های اخلاقی زیر سوال رفت. در دوران پسامدرن، در دوران پست مدرنیته، در واقع خود جهان مدرن هم به بخشی از جهان کهن تبدیل شد. یعنی اعتقاد به علم، اینکه علم ابجکتیو میده، علم عینیت میده، علم حقیقت رو به ما میده، ما با علم میتونیم به رفاه برسیم، به آزادی برسیم، به خوشبختی برسیم، همه اینو هم محل تردید قرار میده. جهان پسامدرن که در این 40-50 سال اخیر شکل گرفت و با تحولات آیتی هم به حال همراهه و یادتون باشه که انقلاب صنعتی اول در قرن 19، انقلاب صنعتی فقط انقلاب در صنعت نبود. یعنی فقط چنین نبود که قبلا با خر و الاغ و شتر مسافرت می‌رفتیم، الان با ماشین و راهن کشتی. انقلاب صنعتی نبود که پاره ابزارها رفت و پاره ابزارها آمد. انقلاب صنعتی جهان رو کن فیکون کرد، روستاها رو نابود کرد، کشاورزها رو به کارگر تبدیل کرد، شهرها فشرده شد، زاغ‌نشین‌ها در اطراف کارخانه‌ها زیاد شد، خانواده گسترده به خانواده هسته‌ای تبدیل شد، روابط زن و مرد به هم خورد، آزادی‌های جنسی گسترش پیدا کرد به خاطر ویژگی‌های جامعه صنعتی و خیلی اتفاقای دیگه. حالا با تحولاتی که با انقلاب صنعتی دوم در حوزه آیتی و تکنولوژی ارتباطی و به اصطلاح اطلاعاتی صورت گرفت، فقط چنین نیست که لپتاپ یا کامپیوتر اومد تو خونه‌هاتون. انسان به لحاظ آنتروپولوژیک دگرگون شد. جهانی ظهور پیدا کرد که میتونیم بگیم جهان آنلاین. انسانی ظهور پیدا کرد که میتونیم بگیم انسان آنلاینه.
اگر رادیو گوش من رو استمرار پخشید، امروز این فضاها، الان من دارم تو اصفهان صحبت میکنم، حداقل چند هزار نفر در سراسر ایران دارن این برنامه رو گوش میدن. این تحولات رو ما داریم. انسان، بچه های ما در واقع چنین نیست که یک تغییرات روانشناختی پیدا کردن. این انسان آنلاین با ما متفاوته، یعنی ویژگی‌های وجود شناختی، هستی شناختیش متفاوته. و داخل پرانتز بگم احمقانه ترین شکل اینه که ما این مسئله رو سیاسی، اجتماعی، اخلاقی بفهمیم و بخوایم با روش‌های پلیسی، امنیتی، نظامی سرکوب مواجه کنیم. این نفهمیدن مسئله است و جواب نخواهد داد. این رو تو پرانتز گفته باشه. به حال ما هنوز از سیلی مدرنیته گیج و گنگ بودیم و هنوز خودمون رو پیدا نکرده بودیم. سونامی دوم، سیلی دوم که جهان پس از مدرنیته است، دومین سیلی رو بر گونه عالم اسلام و جوامع مثل ما نواخته و ما گیج و گنگ‌تر شدیم. امروز این گیج و گنگی رو در جامعهمون می‌بینیم، نمیدونیم با جهان جدید چه کار باید بکنیم. و من به عنوان دانش آموخته میگم ما آمادگیشو نداریم. نه روحانیت ما آمادگی داره، نه قدرت سیاسی ما آمادگی داره، نه روشنفکرامون آمادگی دارن، نه خانواده هامون آمادگی دارن. نمیدونیم با این جهان جدید چیکار کنیم. نمیدونیم، اصلا زبانی نداریم با این بچه‌های جدید چگونه باید صحبت بکنیم. این وضعیت فرهنگی ماست. خب عالم اسلام دچار یک بحران. عالم اسلام در کل، فقط مربوط به ایران نمیشه، عالم اسلام در کل در واقع با یه وضعیت گیج و گنگ مواجه است و نمیدونه چگونه باید خودش رو با جهان کنونی در واقع منطبق بکنه، سازگار بکنه. حالا سوال اصلی من اینه: دین و تفکر آینده و به تبع دین به طور کلی اسلام در جهان پسامدرن چگونه خواهد بود؟ دیگه اسلام در جهان مدرن نمیتونه مثل اسلام در دوران عالم ما قبل مدرن، در عالم سنت باشه. و حالا ما با شکاف دوم تمدنی مواجهیم، جهان پسامدرن. قاعدتاً دین دیگه در جهان پسامدرن نمیتونه همون حالت جهان به اصطلاح دوران ما قبل مدرن یا حتی در دنیای مدرن باشه. و تحولاتی که صورت گرفته بی تردید تحولات فرهنگی خواهد بود و در واقع وجوه سیاسی، اجتماعی و تاریخی جدیدی رو برای جهان و برای جامعه ما به وجود خواهد آورد. خب حالا من میکوشم چند تا مفهوم در اختیار شما قرار بدم. من میخوام چند تا مفهوم، چند تا مقوله در اختیار شما قرار بدم تا در مورد آینده دین، آینده امر دینی و آینده اسلام در واقع بیاندیشیم. هر کدوم از این مقولات مثل یک عینک میمونه، مثل یک چشمانداز میمونه، یک منظر میمونه. من چند تا منظر میخوام در اختیار شما قرار بدم. مقوله اول: دو تجربه بزرگ تاریخی بشر غربی. بشر غربی دو تجربه بزرگ تاریخی داشت. توجه داشته باشید، رهبری جهان امروز با غربه. بحث سیاسی نمی کنن، بحث تمدنی می کنن. امروز هژمونی و سرکردگی جهان دست غربی هاست. یه زمانی آقای جهان دست ما بود، یه زمانی ما هژمونی داشتیم. امروز ما در مرحله ضعف تمدنی خودمون هستیم. وقتی از دو تجربه بزرگ تاریخی بشر غربی صحبت میکنیم، این دو تجربه رو در واقع به تبع بشر غربی، چون ما تابع هستیم، این دو تجربه به ما هم منتقل میشه از طریق متفکرانش، آثارش، فیلم‌های سینماییش، هنرش، محصولاتی که تولید میکنه، ترجمه‌هایی که ما به اصطلاح کشورهای پیرامونی هستیم دیگه. این دو تجربه هم به ما به اصطلاح منتقل شده. تجربه اولی بود که عالم غرب نظام‌های الهیاتی رو تجربه کرد. عالم غرب مسیحی شد و به دنبال مسیحیت نظام‌های الهیاتی و فلسفه‌های اسکولاستیک مسیحی شکل گرفت و چیز حدود 1000 سال بشر غربی
به نظام‌های الهیاتی مسیحی اعتقاد داشت. اما به تدریج متوجه شد که این نظام‌های الهیاتی نظام‌های متسلبی رو شکل دادن، نظامی از حقیقت رو شکل دادن و تفسیری از حقیقت رو ارائه میدن که انسان‌ها به پای این نظام‌ها قربانی شدن. به نام مسیح و به نام خدا جنگ‌های صلیبی را افتاد و 300 سال با مسلمان‌ها جنگیدند. به نام خدا و به نام مسیح پروتستان‌ها کاتولیک‌ها رو کشتن، کاتولیک‌ها مسلمان‌ها رو کشتن و مدت‌ها جنگ‌های مذهبی اروپا رو در بر گرفت. به نام خدا و به نام مسیح در واقع هر اندیشه تازه‌ای رو سرکوب کردن. گالیله رو محاکمه کردن، مادر کپلر رو جلوش به عنوان یک جادوگر سوزوندن، جورج دانبرون رو زنده شمع آجینش کردن. بشر غربی از این تجربه درس گرفت که گفت در واقع طغیان کرد و گفت که اصلا خر ما کردگی دم نداشت، نه به مسیح میخوام اعتقاد داشته باشم نه به خدا، من میخوام به آزادی برسم. تجربه جدیدی با دوران مدرن، با ظهور عقلانیت جدید و با ظهور نهضت روشنگری که خشم و کینه نسبت به کلیسا بود شکل گرفت و اعلام کردن که اصلا دین و دیانت و تمام اندیشه‌های گذشته خرافه بوده، تبحش بوده و ما در قرن 16 و 17 و 18 به روشنایی رسیدیم. دوران انلایتنمنت، ما به روشنایی رسیدیم. همه گذشتگان نادان بودن و ما این که به آگاهی رسیدیم و علم میتواند به همه مسائل ما جواب بده و این بشر قرار بود به آزادی برسه، به روشنایی برسه، به رفاه و سعادت برسه. آنچنان این بشر خوشبین بود که از یک هنرپیشه آمریکایی میپرسم نظر راجع به مرگ چیه؟ گفت من حالا جوونم، تا من پیر بشم مطمئنم علم جدید مسئله مرگم حل خواهد کرد. چه خوشبینی نسبت به علم جدید وجود داشت. و در قرن 18 و 19 ایمانی در دل بشر غربی و به تبع ماها که تحت تاثیر فرهنگ غرب بودیم ایجاد شد که قراره به رفاه و سعادت برسیم. با گذاشتن خدا به کنار، با خودبنیادی و روی خود ایستادن و بر عقل خود تکیه کردن. اما نتیجه این تفکر اموری مثل ظهور نظام‌های توتالیتر بود، نظام‌های فاشیستی بود که به سهولت انسان‌ها رو قربان می‌کردن. نتیجه این تفکر 2 جنگ بزرگ جهانی بود که میلیون‌ها انسان کشته شده. نتیجه اونتولوژی‌ها و فلسفه‌های جدید در واقع به هم خوردن رابطه انسان با طبیعت بود. طبیعتی که همیشه مادر ما بود، غذا میداد، رزق ما رو میداد، پوشاک ما رو میداد. در دامان اون بشر متولد میشد، رزقش رو میگرفت، زندگی میکرد، میمرد و به دامان مادر طبیعت برمیگشت. در دوران جدید رابطه انسان و طبیعت برای نخستین بار تغییر کرد. بشر به مادر خودش تجاوز کرد. لایه اوزون رو سوراخ کردیم، کره زمین رو گرم کردیم، گازهای گلخانه‌ای داره بشر رو خفه میکنه و جنایت و خشونت در جهان کنونی روزی نیست که شما تلویزیون رو روشن بکنید و خبر یک جنایت و خشونت رو در جایی از جهان نبینید. تمام اون آرزوها برباد رفت. لذا در روزگار ما یکی از ویژگی‌ها اینه که بشر روزگار ما، عمدتاً بشر غربی که هژمونی و رهبری جهان رو به عهده داره، به 2 گونه نظام فلسفی و نظام فکری بدبین شد. هم نظام‌های الهیات پیشین و هم نظام‌های فلسفی دوره جدید. نتیجه این وضعیت نوعی بدبینی و بی‌اعتمادی به همه نظام‌های فکری است که میخوان در واقع مدعی نجات بشریت است. در یک چنین وضعیتی بشر بی خانمان میشه. بشر
نیازمند خانه است، نیازمند مأواست. این خانه فقط خانه ای نیست که از آجر و سنگ و سیمان و تیراهن یا چوب ساخته بشه. بشر نیازمند یک نظام اندیشگی است تا بتونه به پرسش‌های او جواب بده که اینجا کجاست، من کیم، من در این جهان چه میکنم، چه باید بکنم، برای چی اومدم، به کجا میرم. در روزگار ما یک چنین نظام اندیشگی وجود نداره و یا هر آنچه که بوده محل تردید واقع شده. لذا ما دچار یک نوع فقدان امنیت فکری هستیم. بشر روزگار ما دچار فقدان یک نوع امنیت وجود شناختی و معرفت شناختی. یک دیگر از ویژگی‌های جهان پسامدرن و انسان روزگار ما بدبینی و بی‌اعتمادی به همه کلان روایت هاست. در این جهان قصه های زیادی وجود داره. هر اندیشه و مذهبی روایتی در مورد جهان، روایتی راجع به انسان، روایتی راجع به زندگی میده. در روزگار ما متفکران جهان عمدتاً به همه این روایت ها بدبینن. نوعی بدبینی نسبت به همه نظام های فلسفی وجود داره، چه نظام های فکری و فلسفی و دینی ما قبل مدرن و چه نظام های فکری در واقع روزگار ما. به زبان ساده تر، امروز کسی رو از متفکران پیدا نمی کنیم که بگه من یک مسیحیم، من یک مسلمانم، من به الهیات تومیستی مسیحی اعتقاد دارم، من به الهیات فرانسیسکن ها اعتقاد دارم، من یک کاتولیکم، من یک پروتستانم، من یک مارکسیستم، من یک لنینیستم. در واقع همه اینها دچار یک نوع بدبینی قرار گرفته. امروز ما با یک نظام اندیشی کلاژگون رو بریم. کلاژ میدونید تیکایی رو به کنار هم میگذارن، یا این پارچه های مرقع رو دیدید، پارچه های تکه تکه رو به هم میدوزن. پارچه یک پارچه نیست، 40 تکه است. امروز وضعیت ما یک وضعیت کلاژگونه. ما میگیم مسلمانیم، اما واقعا این مسلمانیت خیلی با جان ما نسبت نداره. خیلی جهان ابدیت تو زندگی ما حضور نداره. خیلی ما با ارزش‌های اسلامی زندگی نمی‌کنیم. امروز من معلم فلسفه دکارت میخونم، یکم دکارتی نیستم، یکم تحت تاثیر اسپینوزا هستم، یکم تحت تاثیر اسپینوزا نیستم. از هر متفکری یه تیکه‌شو چسبیدم، کنار هم چسبوندم. به همین دلیل یک نوع بی‌اعتمادی به همه نظام‌های اندیشگی در واقع وجود داره، از جمله نسبت به اسلام. ما نمیدونیم جهان کنونی رو چگونه باید تفسیر کنیم. اکثر قریب اتفاق آدمیان چنینه. ما میگیم مسلمانیم، خیلی جدی نیستیم. یعنی وقتی پرسشنامه میذارن دین چیه، من میذارم مسلمان، فقط به عنوان یک رسمه، یک پرسشنامه رو جواب بدم، ولی در خلوت خودم معلوم نیست من با اسلام چه نسبتی دارم، معلوم نیست من با حسین ابن علی در مقام شیعه چه نسبتی دارم. مسئله اصلی اینه که روند جهان کنونی به سوی یک نوع سکولاریزیونه. در جهان کنونی با یک نوع فروپاشی همه فراروایت ها روبرو هستیم. در واقع همه نظام های الهیاتی و فلسفی بی‌اعتبار شدن. در روزگار ما یک نوع عدم یقین و عدم قطعیت به بسیاری از باورها و ارزش‌های پیشین وجود دارد. در یک چنین جهانی اسلام به عنوان یک روایت بزرگه، میخواد همه چیز رو تفسیر بکنه، ولی این بی‌اعتمادی و در واقع بی‌اعتمادی به همه فراروایت ها دیگه. امروز ما به مارکسیسم به عنوان فراروایت اعتقاد نداریم، ناصریانیسم به عنوان فراروایت اعتقاد نداریم، مسیحیت رو به عنوان فراروایت نمیتونیم بپذیریم. این بدبینی و بی‌اعتمادی نسبت به اسلام هم تسری پیدا کرد. و باز تکرار میکنم، فکر نکنیم مسئله صرفا یک امر سیاسیه و با جابجایی دولت‌ها و حکومت‌ها و انتخابات‌ها، حتی با انقلاب سیاسی از بین میره. این یک وضعیت جهانی. ما با نوعی بدبینی به همه نظام‌های الهیاتی مواجه هستیم در سراسر جهان.
ما امروز با یک بحران نظری و فلسفی بسیار عمیقی در سراسر جهان روبرویم و عالم اسلام هم به تبع جهان با یک بحران نظری و متافیزیکی بسیار عمیقی روبروه. امروز ما مسلمان ها هم فاقد یک نظام فلسفی وجود شناسانه، معرفت شناسانه و انسان شناسانه هستیم که به ما بگه یک انسان مدرن چگونه میتونه در جهان مدرن و پسا مدرن یک زندگی انسانی و در عین حال دینی و معنوی داشته باشه. گفتیم بشر غربی دو تا تجربه بزرگ داشت. یک نظام‌های الهیاتی که حقیقت رو در این نظام‌های الهیاتی میدید و تجلی نظام الهیاتی در کلیسا بود و پاپ نماینده خدا بود و مظهر حقیقت مسیحی بود. میخواستی ببینی حقیقت چیه، باید به دهان پاپ نگاه میکردی. اما این پاپیسم، این نظام کلیسایی جنایات بزرگی انجام داد. بشر رو آورد به در واقع سکولاریسم، ناسوتی کردن جهان، تفسیر غیر رازآلود از جهان و خدا را از این عالم حذف کردن و بشر رو بنیاد همه چیز قرار دادن. اما به تجربه تلخی رسید. خشونت بیش از اندازه، جنگ‌های جهانی، بی متافیزیک شدن و بی بنیاد شدن اخلاق و خیلی از امور دیگه. اما پاره از اندیشمندان که بسیار نادر بودن این سوال رو در برابر بشر قرار دادن: آیا ما فقط دو راه داریم؟ یعنی یا من باید طرفدار پاپ و نظام کلیسایی باشم یا باید به ماتریالیسم و عقل روشنگری و سکولاریسم به مفهوم فلسفی کلمه، نه به معنی سیاسی، رو بیارم. آیا راه سوم دیگری در برابر ما وجود نداره؟ یعنی یا من باید دشمن مسیح باشم یا باید طرفدار پاپ باشم. من نمیتونم بگم کلیسا خانه خدا نیست، نمیتونم بگم کلیسا قبرستان خداست. آیا پاپ همان مسیح هست؟ نمیتونم بپرسم پاپ کجا، مسیح کجا. آیا نمیتونم بگم کلیسا زندان مسیحه و ما به جای اینکه بیایم به مسیح فحش بدیم و بگیم مسیح بود که مسیحیت به وجود آورد و به دنبالش کلیسا شکل گرفت و به دنبالش به نام خدا و پیغمبر جنایات صورت گرفت، بگیم مسیح خود قربانیه در واقع نظام کلیسایی است؟ آیا این راه دیگری نیست؟ این راه سوم راهی است که در واقع پاری از متفکران مثل کیرکگور، خود کانت که در واقع دین کلیسایی رو نقد میزنه اما از نوعی عقل عملی که فرمان مطلق اخلاقی رو میده دفاع میکنه، یک دین اخلاقی دفاع میکنه اما نظام کلیسایی رو در واقع نقد میزنه. این راه رو مثلا در اندیشه‌های شلینگر میبینیم، این راه رو در اندیشه‌های متفکر بزرگی مثل هایدگر هم میبینیم که تمام نظام‌های الهیاتی رو نقد میزنه اما به سکولاریسم و نفی راز از این جهان در واقع تن نمیده. لذا ما میتوانیم تفسیری معنوی از جهان داشته باشیم بی آنکه به نظام‌های الهیاتی تن بدیم، بی آنکه به نظام‌های کلیسایی تن بدیم، بی آنکه به فرقه گرایی تن بدیم، بی آنکه انسان رو در پای نظام‌های الهیاتی و فرقه گرایانه قربانی کنیم. یکی دیگر از ویژگی‌های جهان مدرن و پسا مدرن فروپاشی اکثر قریب به اتفاق مرجعیت هاست. ما در روزگاری زندگی میکنیم که همه مرجعیت ها فروپاشی. یعنی چی؟ اصلا دوران مدرن یعنی آزادی انسان
از همه مرجعیت ها چند تا حادثه بزرگ دست به دست هم داد تا جهان جدید رو شکل داد که این جهان جدید رو ما اسمش رو میگذاریم دوران مدرن. چند تا حادثه است. یکی پروتستانتیسم، نهضت اصلاح مذهبی در اروپا. نهضت مذهبی اروپا، لوتر اومد چیکار کرد؟ گفت کی گفته که برای اینکه به خدا برسیم باید سراغ پاپ و کلیسا بریم؟ کی گفته که باید انجیل به زبان لاتین باشه؟ لوتر انجیل رو به زبان آلمانی ترجمه میکنه تا به ملت آلمان بگه خودتون انجیل بخونید. لوتر فریاد میزنه هر کس کشیش خیش است. لازم نیست برای اینکه به خدا برسی دستتو تو دست کشیش بذاری، دستتو تو دست پاپ بذاری تا اون واسطه بین تو و خدا باشه. لوتر گفت خودت وقتی انجیل میخونی روح القدس یا اون جبرئیل ما، روح القدس بر قلبت نازل میشه. نیازی به کلیسا نیست. در واقع با نهضت اصلاح مذهبی لوتر و کالون انسان غربی از مرجعیت دینی کلیسا آزاد شد. یکی دیگه از رویدادهای دوران مدرن نهضت روشنگریه، تحولات فکری که در قرن 17 و 18 و 19 روی داد. همه اینا به این معنا بود که انسان غربی به سنت تاریخی خودش پشت کرد. و انسان غربی کی گفته که من باید تابع بزرگان گذشته باشم؟ چرا من باید تابع آنچه باشم که افلاطون و ارسطو و سنت آگوستین و آنسلم و سنت توما گفته؟ من خودم باید فکر بکنم. در واقع نهضت روشنگری مفادش به لحاظ فلسفی آزادی انسان از سنت و از اندیشه پیشینیان بود. یکی دیگه از رویدادهایی که سبب ظهور دوران جدید شد انقلاب کبیر فرانسه است. انقلاب فرانسه به معنای آزادی انسان غربی از اتوریته و مرجعیت نظام‌های ارباب فئودالی و نظام پادشاهی. یعنی مرجعیت سیاسی وجود نداره. مرجعیت سیاسی رأی مردمه، اراده ملی است. این دوران مدرن. در دوران پسا مدرن همه مرجعیت ها فرو ریخت. در دوران گذشته من به عنوان مرد خانواده مرجعیتی داشتم، اتوریته‌ای داشتم، پدر خانواده بودم. در دوران ما کسی واسه مرد خانواده دیگه ترم خورد نمی‌کنه. نظام پدر سالاری فرو ریخت. قبلا من استاد دانشگاه بودم. وقتی وارد کلاس می شدم دانشجوها یا به عنوان معلم وارد می شدم همه به احترامم پا می شدن. امروز خیلی جدی نیست. امروز دانشجوی من به من میگه تو اینطوری فکر میکنی، من اینطوری فکر نمیکنم. اصلا بیادبی نیست، اصلا یک امر روانشناختی یا اخلاقی نیست، یک امر فلسفی است، یک امر متافیزیکی است. در جهان او اتوریته وجود نداره. هنوز افراد 60 سال 70 ساله وجود داره جلوی باباشون سیگار نمیکشن. مرد 50 ساله جلوی باباش سیگار نمیکشه. امروز دختر 14 ساله، دختر 15 ساله احساس نمیکنه که با سیگار کشیدنش پنهان بکنه. نه اینکه میخواد بیادبی کنه، اصلا اتوریته رو نمیبینه. در یک چنین جهانی قدرت ها دیگه اتوریته ندارن. فکر نکنید بچه‌های جدید حکومت رو نفی میکنن. حکومت رو نمیبینه. نه اینکه اونا شجاعتر از منن، نه اینکه اون شجاعه من میترسم. من حکومت رو میبینم و ملاحظات رو رعایت میکنم. او اصلا نمیبینه. اصلا تو منتالیتیش، تو ذهنیتش اتوریته معنا نداره. این محصول جهان کنونیه، این جهان پسا مدرنه. در جهان کنونی یکی از مرجعیت هایی که فروخته مرجعیت دینیه. دیگه کلیسا کسی براش تره خورده میکنه.
در جهان کنونی دینی که بخواد مرجعیت محور باشه شکست خورد. دین مرجعیت محور دیگه نمیتونه آینده‌ای داشته باشه. خب وقتی مرجعیت ها فرو میریزه، اگر اسلام بخواد مرجعیت محور باشه، یعنی بگه اسلام آن چیزی که نهاد مرجعیت و نهاد روحانیت میگه، با یک چنین جهانی به هیچ وجه سازگاری نداره. به هیچ وجه با یک چنین جهانی سازگاری نداره. وقتی مرجعیت ها فرو میریزه، فردیت ها رشد پیدا میکنه. اصلا ظهور و بسط فردیت، ایندیویدوالیسم، یکی از مهمترین اوصاف دوران مدرن و پسامدرن و در دوران پسامدرن فردیت گرایی بسیار رشد پیدا کرده. من خودم میخوام بفهمم دیگه جهان گذشته نیست آقا چی فرمودن، این آقا چی فرمودن مال دورانهای گذشته است. امروز بحث اینه که من چی میخوام بفهمم. بابا تو اینطوری میفهمی، من اینطوری میفهمم. این ویژگی روزگار ماست. وقتی فردیت ها رشد پیدا میکنه، تفسیرهای فردی هم رشد پیدا میکنه. تو دین رو چنین میفهمی، من دین رو چنین میفهمم. تو اسلام رو چنین میفهمی، من اسلام رو چنین میفهمم. و چه دلیل داره که فهم تو بهتر از فهم من؟ یک از ویژگی‌های فرهنگی، هر موقع وقت من تمومه 1 ساعت زودتر بگید که من 10 دقیقه دیگه. در یک چنین جهانی، فقط مربوط به ایران نیست، سراسر جهان، نسل‌های جدید و جوانان با سنت تاریخی رابطه‌شون قطع شد. یعنی در اروپا هم دختر فرانسوی یا پسر نروژی گوته نمیخونه، شکسپیر نمیخونه، انجیل نمیخونه، هراکلیتوس نمیشناسه، افلاطون، ارسطو نمیشناسه. امروز دختر پسر ما فردوسی نمیشناسه، حافظ نمیشناسه، قرآن نمیخونه، با حدیث نسبتی نداره. در جهانی که فردیت ها رشد پیدا کرده، فرد میخواد به خداآفرینی بپردازه، خودش میخواد خودش رو متحقق بکنه و بر اساس این خداآفرینی وجودی صورتبندی های پایان ناپذیری از خویشتن شکل گرفت. یا اینجاش گوشواره میندازه، یا اینجاش گوشواره میندازه، یا شلوارش رو چاک میده. نمیخوام تایید بکنم یا رد بکنم، میخوام بگم این محصول یک چنین جهانی است. اون میخواد لباس تو رو انکار بکنه، میگه خودم میخوام انتخاب بکنم. اسلامی که اسلام میراثی باشه، اسلامی که عناصر هویت بخش باشه، در میان نسل‌های جدید پس زده خواهد شد. اگر قرار است دینی در آینده وجود داشته باشه در سراسر جهان، از جمله در عالم اسلام، این باید به مسئله فردیت توجه بکنه. تو خواهی گفت که اگه اینطوری باشه که هر مذهب میشه، اگر باشه هر چیزی باشه، باید یه نهادی باشه بگه دین چیه. یک چنین نهادی نمیتونه مرجعیت داشته باشه، مرجعیت فروعی. دین باید دینی باشه که به رشد فردیت کمک کنه. رشد فردیت کمک نکنه پس زده خواهد شد. به بیان دیگه، اگر قرار است دینی در آینده وجود داشته باشه، اگر قرار است اسلامی در آینده وجود داشته باشه، این دین و اسلام باید دین عشق باشد، نه دین ترس.
این جوان باید از درون خودش چیزی رو بخونه. او باید از درون خودش با عشق به چیزی روی بیاره. و البته طرح یک چنین دینی، یک چنین اسلامی کار هر چاله زبانی نیست، کار هر یاوه‌گویی نیست. هر کسی که بالای منبر بره یک چنین نیروی را درون جوانانمون نمیتونه آزاد بکنه. این نیاز به یک حرکت پیامبرانه است و هر کتوله‌ای نمیتونه ادعای پیامبری بکنه. هر کسی نمیتونه. به بیان ساده‌تر، دین آینده باید یک امر معنوی باشه که با فردیت فرد نسبت برقرار میکنه در برابر دین جمعی هویتی. دیگه ما مسلمان ها تمام شد. من چی فکر میکنم، عمه من چی فکر میکنه، جامعه من چی فکر میکنه، حکومت چی فکر میکنه، مسئله من نیست. من چی من فرد چه میفهمم. در جهان آینده پیشرفت معنوی عمدتاً مبتنی بر آفرینش منی باید باشه که به نحو گسترده تر و آزادانه تری که میخواد خود شکوفا بشه و خود رو بیافرینه. اگر دینی توانست این شرایط رو آماده بکنه میتونه امید به بقا داشته باشه. دینی که میخواد صرفاً به عنوان یک میراث تاریخی از خودش دفاع کنه، مطمئن باشید روز به روز ضعیف‌تر خواهد شد. خب میخواید من بحثم رو همینجا خاتمه بدم چون تموم نمیشه، به شما خسته میشید. نه آقا ادامه بدیم. نه چون سوال من هست که کلا من فردا شبم هست. خب به یه صلوات تو یه آنتراکتی هم داشته باشیم 2 دقیقه. یا آقای محمدی عزیز، محمدی شاعر به شهرمون ریحان، یعنی 1 دقیقه یا 2 دقیقه شعرشون بخونن. ماشین هست. من پاشم آقای نه زیاد طول نمیکشه. نخیر اینجا آخه بدون تریبون. سلام داریم. افعی هزار سر. به نوعی این شعر تلخیصی است یا تلخیص فهم من است از گفتار دیروز آقای دکتر عبدالکریمی. افعی هزار سر. این گسست، این فرو نشست را ببین. این گسست، این فرو نشست را ببین. دیدن گسست، دیدن فرو نشست ساده نیست. دیدگان ما بر خلاف این گسست ها گشاده نیست. ملک دارد از تمامی جهات آج میخورد. قعر این شکاف را چگونه میتوان ندید؟ یا چگونه میتوان بر دهانه ای چنین گشاد مشت مشت خاک ریخت، خاک ریخت، خاک ریخت؟ یا چگونه زین مغاک این کپیدن هلاک میتوان گرید؟ یا چگونه زین مغاک این کپیدن هلاک میتوان گرید؟ اژدهاست افعی هزار سر، این که
زیر پای شهرها، زیر پای ما وول میخورد. دشت ماهیار دشتی از تمام دشت هاست. شهر اصفهان شهری از تمام شهر هاست. اژدها به زیر مسجد حکیم هم رسیده است. اژدها به زیر مسجد حکیم هم رسیده است. مشت مشت خاک ریختن بر این دهانه گشاد چاره نیست. چاره احتقار و التسام و التجا به سنگ خاره نیست. مشت مشت خاک ریختن بر این دهانه گشاد چاره نیست. چاره احتقار و التسام و التجا به سنگ پاره نیست. شق شق شطر شطر پاره پاره می شود زمین بر مهابتی چنین. چاره دست شستن از ندیدن است. چاره دست شستن از ندیدن است. بیش از این به ذهن من نمی رسد. همین. تخلصشون هم ریحان است. خب خیلی سوال اومده خیلی هاشم من فکر کنم جواب رو در چون یه سری از دوستان ابتدای سخنان آقای دکتر بله ماشاءالله حسابی سوال ابتدا شاید دوستان وقتی که سوالا رو به من دادن آقای دکتر خوب سخنرانیشون شروع نکردن شاید براشون سوال بود چون من یه سری از این سوالا رو در جوابشو در حین سخنان آقای دکتر شنیدم. حالا من اون سقف کلا جلسه من 40 دقیقه هست. اگر سوالی هم بود و مان انشاءالله فردا شب ادامه سوالا رو از جناب آقای دکتر خواهیم. خب اولین سوال بهتر نیست به جای لفظ تولید حقیقت برای قدرت‌های استکباری خارجی و قدرت‌های متحجر و سنتی داخلی از اصطلاح دیگری مثلا تولید محتوا استفاده کنیم چون حقیقت نفس حقیقت است و ذهن را به اشتباه می‌اندازد. ببینید در واقع برخی از ما به وجود حقیقت فی نفسه قائلیم. در جهان کنونی در واقع حقیقت فی نفسه تا حدود زیادی انکار میشه. تعبیر تولید حقیقت به این معناست که من یه تذکار بدم که چگونه قدرت ها میکوشن آنچه را که ما به منزله حقیقت فی نفسه تلقی میکنیم در ذهنهای ما شکل بدن. و خیلی از چیزایی که ما به عنوان حقیقت تلقی میکنیم در واقع برساختهایی است که قدرت ها در ذهن ما میسازن. به حال تعبیر بر سر لفظ نیست، اما تولید محتوا که میگید مثل اینکه آقا مثلا شما تولید محتوا کن برای سایت تولید محتوا کن، یه مقدار اون قدرت تعبیر تولید حقیقت رو نداره و تولید حقیقت بار معنایی غنی‌تری برای به تأمل واداشتن ما وجود داره. ممنون. سوال شده که منظور شما از این که مرگ اسلام نزدیک از چیست؟ با توجه به اینکه تعداد گروندگان به اسلام در سالهای اخیر رو نمیتوان نادیده گرفت. برای دوست ما اربعینم اساسا نظرشون در راه آنچه میگویید دین حقیقت وجود ندارد و دین تنها وسیله سلطه‌گری قدرت و بر توده‌های مردم است چیست؟ من فکر نکنم آقای دکتر مرگ اسلام چند تا پرسش بود. من از مرگ اسلام صحبت نکردم، من تضعیف شدن اسلام صحبت کردم، ولی من مرگ اسلام سنتی رو اعلام میکنم. اسلام سنتی دیگه آینده‌ای نخواهد داشت
و منوط به شرایطی اسلام خواهد توانست از نظر من ادامه حیات بده. تضعیف اسلام به هیچ وجه به معنای سخن گفتن برگ اسلام نبود. نوع تفسیر از اسلام در واقع دیگه در میان جهانیان جایی نخواهد داشت. این رو یک نکته در مورد اینکه گروه زیادی به اسلام میگروند، نمیدونم نمونه هایی که برای گرویدن به اسلام میگه منظورتون چیه. ممکنه تک و توک افرادی رو ما ببینیم مسلمان شدن، اما دوستانی که با این منطق برخورد میکنن چشمشون نسبت به اونایی که هزاران نفر در واقع از اسلام روی برمیگردونن چشمشون کوره. الان خیلی از جوانان ما برای اینکه در واقع اون بر به اصطلاح سیتیزنشیپ بگیرن، شهروندی بگیرن، در واقع کانورشن انجام میدن. امروز در میان جوانان ما گرایش به مسیحیت و اینها زیاد. البته هیچ کدوم از اینا به نظر من عمقی نیست. من هم مانند خیلی از سنتگرایان معتقدم قیام به یک دین قیام به همه ادیان، یعنی یک مسلمان واقعی یک مسیحی حقیقی هم هست و یک مسیحی واقعی یک مسلمان هم هست. یه مقداری حقیقتا سطحیت در جامعه، این که من نمیدونم صلیب میندازم میخوام مسیحیشم، دیگه بیشتر یک نوع واکنش نسبت به فضای اجتماعی ماست و چیز اصلی نیست. ولی چنین کانورشنی که داره دست مردم مسلمان میشن بیشتر پروپاگاندای تبلیغات سیاسی اجتماعی است. اساساً تغییر دین امری بسیار دشواره. یعنی کسانی که با نوعی انسانشناسی آگاهی دارن، با تاریخ تفکر بشر، با مبانی انسانشناسی مواجهن، این که یک فردی از فرهنگ خودش بخواد منخلع بشه و یک دین دیگر بپذیره حادثه بسیار بسیار نادری است. اینکه هزاران نفر دارن، مگر اینکه تو بعضی از شرایط تاریخی پاری از جهتگیری‌های سیاسی اجتماعی، مثلا فرض کنیم مبارزه با نژاد پرستی که مثلا مسلمان ها انجام میدن، مسلمان ها رو در یک جامعه اعتبارشون رو بالا ببرید، به معنای نیست که اونها مسلمان شدن. بله، از آن فرمانید که کوتاه‌تر که به همه سوال را برسیم. سوال کرده که در مورد جوانانی که تحت تاثیر افکار روشنفکرانه قرار گرفتن و نماز را کنار گذاشتن روشنگری کنید، چه راه حلی در این رابطه پیشنهاد؟ ببینید، خوندن نماز یا نخوندن نماز اصلا اهمیت نداره. مهم اینه که در جان بچه های ما این دریافت باشه که جان بشر به حقیقتی بسته است و بشر مستقل از این حقیقت نمیتواند تمام هستی خودش رو در تمامیت خودش متحقق بکنه و به بچه انسانی خودش دست پیدا کنه. اگر این احساس نباشه، اگر این تفکر نباشه، نماز خوندن شکم شکلیست، خیلی اثر نداره. اما اگر این امر در جان نسل‌های جدید به قول هولدرقین سائقه زئوس در قلبی اصابت بکنه، اون موقع این بچه خودش دنبال نماز خواهد اومد. نسل‌های جدید خودشون به دنبال نماز خواهد. نماز هم فقط یک شکل نداره. گاهی وقتا در شنیدن یک بیت از حافظ جان آدمی آنچنان دچار خضوع و خشوع و خوف و خشیت میشه که ممکنه در اونهایی که پیشانیشو سالیان ساله که با مهر نماز به اصطلاح آمیخته شده و علامت گذاری شده در جان اون فرد پیدا نشه. من بین چون بحث روشن فکری کرده بودم، من در بین خیلی از خانواده‌های مذهبی و هنری ارتباط دارم و اکثر من خانواده‌های هنری رو دیدم که بچه‌های بسیار مؤمن و معتقد. میتونید برید تحقیق کنید و مصاحبه اخیر آقای مجید انتظامی ببینید، آقای مشایخی و پسرش رو ببینید و اسم نمیبرم و بسیاری. البته نه اون مسئله مهمه نه این مسئله،
آنچنان که همه اهمیت از ربطی نداره به رفتار، به نظر من ربط داره و خیلی از روشن فکرام هستن که بچه هاشون از راه به در شدن و حتی دیدگاه پدرانشون قدر ندارن. یکی از دوستان، دو تا از دوستان نوشته بودن پارسال هم در این مجلس همین حرف زده شد و توصیف خود رو از این دنیا ارائه دادید، ولی چه فایده؟ ما نیاز به من قطعا جوانان این سوالی کرده، ما نیاز به توصیه نداریم، تکرار مکررات نفرمایید و راه حل ارائه بدید، حداقل به توصیف بحران ها و آسیب های جامعه خودمان بپردازید. چشم. جناب دکتر خیلی عذرخواهی میکنم در خصوص بحث نماز یه قدری من فکر میکنم اینجا باید شما بیشتر بپردازید به این مسئله. یعنی پیامبر اکرم خودشون متوجه نبودن که با شعر هم میشه، با اشعار هم میشه اون به عبودیت رو به خداوند رسید. چرا اینقدر توصیه رو بحث نماز میکنن؟ نماز نور مؤمن است، نماز معراج مؤمن است. نه من با نماز که مخالفت ندارم. اذان ببینید نه میخوام بگم که نماز برای کسی معنا داره که جانش چیزی رو تجربه کرده باشه. ببینید خانم من همیشه با لنگی کفش میفته جان من که چرا سالگرد ازدواج مثلا کادو واسه من نمیخرید. از جان من باید عشقی برخیزه. ببینید حرف من اینه، حرف بر سر انکار نماز نیست. من حتما شما اهل تعلیم تربیت هستید، چهره نشون میده. خدا رو گواه میگیرم هیچ موقع در کلاس هم در مورد نماز صحبت نکردم، ولی بارها این عبارت رو شنیدم که استاد تا قبل از آشنایی با شما من نماز نمیخوندم، بعد از آشنایی با شما من نماز رو شروع کردم. من هیچ موقع راجع به نماز صحبت نکردم و نخواهم کرد. نماز به همین صورتی که توصیه پیامبر اکرم میگه نماز در قالبش. ببینید آنچه که عزیزان سوالا رو بذارید چون بسیار هست، بعد میشه از آقای دکتر بحث نماز اگر حل بشه باور کنید خدا میدونه به روح امام حسین که امشب هم متعلق به آقا امام حسین هست و نماز امام حسین در ظهر عاشورا رو باید نه تمام صحبت خانم سر اهمیت نماز نیست. صحبت بر سر اینه که با چه روشی ببینید خانم، مثلا اگر تو مدارس ما بچه ها رو اجبار کردیم به نماز، این شیوه تعلیم نماز بود. روش ما میخوایم شما روش بفرمایید. من روش گفت قطعا کسانی که اینجا نشستن مسئله نماز رو کسی رد نمی‌کنه. اگر ما اینجا نشستیم اجازه بدید بذارید من سوالا رو بخونم. بذارید من سوال ببینید من نمیخوام اینجا من مسئولیم، هممون مسئول تربیت. ببینید شما الان حدود خیلی سوال هست، سوالای مهمی هم هست. عزیزان من نه بحث شعر نبود خانم، بحث شعر نبود، بحث گفتم که بر روش شما خواستید دیگه. گوش بدید ببینید نگاه کنید خانم، ما خواستیم بچه هم رو مسلمان تربیت کنیم. جزء چشم‌اندازا و اهداف چشم‌انداز آموزش پرورش ما این بود که نسل‌های جدید رابطهشون با سنت دینی و معنوی در واقع قوی تر شه. امروز به جایی رسیدیم که توف میکنن این فرهنگ رو تو صورت ما. چرا؟ روش ها نادرست بود. حرف من اینه که تا در جان آدمی دگرگونی و اتفاقی نیفته اون شکل ها و اون صورت ها نمیتونه. من راه حل رو این گفتم به جای اینکه بچه های ما رو وادار بکنیم، ببینیم مثل حجاب میمونه. حجاب مار زن مسلمانه. کسی که وجود خدا رو قبول نداره حجاب براش دیگه معنا نداره. به قول کاری که در واقع نهادهای سنتی ما کردن و فاجعه آفریدن، به قول یکی از عرفا اینه که شما رفتید در بازار میوه خریدید، به یه درختی که در واقع میوه رو نمیداده با چسبوندی. این میوه مثل نماز باید از درون درخت فرد به اصطلاح نشأت بگیره و این کار پیامبران است. ابتدا باید در اعماق وجود آدمیان کاری صورت بگیره. با تبلیغات نمیشه،
با سازمان‌های تبلیغاتی، با پول نفت، با رادیو تلویزیون فکستانی که فاجعه ایجاد کرده، با سریال‌های عبدالخیالی که به نام سینمای دینی است و والله من پای سینما این فیلم‌ها رو دیدم زار گریه کردم، زار که نهایت ابتذال بود. این شیوه ها باید مورد بازاندیشی قرار گیره به نحو جدی و از عزیزان خواهر من، عزیز من، بزرگ من، به حال شما نشون میده دغدغه دین دارید، به نحو جدی باید مورد بازاندیشی قرار بدیم. اگر با همون فرمان که شما میگید اگر جواب داده بود تو این 40 سال جواب داده بود. سوالی شده از جناب دکتر اقتصاد کنونی و اقتصاد آینده را صحبتی نکردید. در صورتی اقتصاد برای یک جامعه است. اگر این گسست‌هایی که فرمودید در اثر آسیب‌های اقتصادی باشه روی مردم چگونه باید مطالبات خودشان رو به حاکمیت اعلام. سوال خارج از بحث دیگه، قرار نیست که در یک بحث همه مسائل رو همینجا تو همین 40 دقیقه از اقتصاد و سیاست و روابط بین‌الملل و رابطه ایران با چین و رابطه ایران قرار نیست که دیگه. دوستان نگاه کنید، درسته که قاعدتاً اقتصاد مهمه اما مسائل فرهنگی و تحولات فرهنگی هم مهمه. ببینید نگاه کنید، شما مثلا تأثیری که اینترنت در این کشور داره یه مسئله اقتصادی بود یا یه مسئله تکنولوژیکه؟ یک بچی از واقعیت اینه که اینترنت این کشور رو کن فیکون کرد. هیچ قدرت سیاسی هم نتونست جلوش واسه، هیچ قدرتی. به هر حال مسئله ابعاد مختلف داره دیگه، انتظار نداشته باشید. این سوال رو بارها کردن، دوستانی هستن یه چیزی تو ذهنشونه انتظار دارن که متکلم بدبخت بیچاره هر آنچه که تو ذهن مخاطبان مطرح بکنن، اونم مثلا تو 40 دقیقه 50 دقیقه. آقای دکتر، آیا با شرایط موجود بازم میتوان جوانان کشور را امیدوار به آینده کرد و برای مهاجرت نخبگان چه پیشنهادی دارید؟ من در مورد معجزه بگم، من حقیقتاً به وجود معجزه در این جهان اعتقاد دارم. خودآگاهی معجزه ایجاد میکنه. خودآگاهی در جان یک ملت سرنوشت اون ملت رو تغییر میده. اگر این خودآگاهی شکل بگیره ما راهمون رو پیدا خواهیم کرد. ما هنوز راه کشور رو پیدا نکردیم. طبقه متوسط ما گمه، جوانان ما هم به تبعش گمن، روشنفکران ما تا حدود زیادی گمن. واقعا نمیدونیم چیکار میخوایم بکنیم و با معادلات 40-50 مجهوله مواجه هستیم. در مورد مهاجرت من بارها صحبت کردم. برای درس خوندن حتما برید، برای کار حتما برید، برای گردش و دیدن جهان حتما برید، ولی ریشه هاتون از این خاک قطع نکنید. اگر ریشه هاتون قطع بشه زندگیتون آرتفیشال و مصنوعی خواهد بود. ما با این سرزمین نسبتی داریم هیچ جای دیگری نمیتوانیم نسبت. اینجا خانه ماست. به قول مسعود بهنود در یک از اشعار گفته بود از چه زیباست اینجا، اما افسوس که اینجا خانه ما نیست. در خانه بودن امری است و با بی خانمانی ما به جایی نخواهیم رسید. دوستانی که مهاجرت میکنن و ریشه‌هاش از این خاک قطع میکنن تا آخر عمر بی خانمان خواهند بود. ریشه‌هاتون رو قطع نکنید. با توجه به شرایط جهانی و شرایط ایران، شما آینده ایران و مردم ایران را چگونه پیش می‌بینید و ارزیابی می‌کنید؟ ببینید، من خیلی نگرانم. اما این به این معنا نیست که ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. من میفهمم که خیلی از کارا رو نباید بکنیم. یعنی در این مرحله سلب زبان قرایی دارم. میتونم بگم چه کارهایی نباید بکنیم. راه نجات این کشور از بیرون از مرزهای این کشور نمیگذره. نمیتوانیم به دیگران امیدوار باشیم که فکری به حال ما کنن. مطمئن باشید اونا برای خودشون میدونن. نه برای ما آزادی خواهند آورد، نه برای ما رفاه خواهند آورد. ما باید از نیروهای درونی خودمون استفاده کنیم و راهی رو پیدا کنیم. با فروپاشی به شدت مخالفم.
با فروپاشی شدیداً مخالفم. یک بار نظام سیاسی رو فروپاشیدیم و فکر کردیم میدونیم چیکار میکنیم، بعد از 40 سال گفتیم چه غلطی کردیم. دوباره این غلط رو تکرار نکنیم که اگر یک بار تکرار بکنیم هیچ چیز از این کشور باقی نخواهد بود. ناچاریم در همین شرایط راهی پیدا بکنیم. با فروپاشی سیاسی مخالفم، اما با تغییر ساختار اجتماعی امری که اگر انجام ندیم نابود خواهیم شد. با این تغییر ساختار اجتماعی به نحو رادیکال و بنیادین خواهانش هستم، اما تغییر سیاسی مشکل ما رو حل نخواهد کرد. خیلی این سوال رو کردن که در مقطع فعلی تهاجم همگانی به دانشگاه، اساتید محترم و اخراج و نیروهای غیر متخصص و خودی را وارد هیئت‌های علمی نمودن و در آینده بسیار نزدیک اضمحلال مرکز علم و دانش کشور را خواهیم دید. با این تهاجم چگونه باید برخی خیلی دوستان سوال کردن. من همین دیروز انگار امروز فکر میکنم، امروز صبح مصاحبه روزنامه اعتماد با من داشت در مورد مسئله دانشگاه. من اونجا دیروز بگر وی نبود، دیروز این روزنامه باز بود. نه امروز امروز ببخشید. آره فکر کردم دیروز روزنامه اعتماد یه مصاحبه با من که من این نوع مواجهه با دانشگاه رو اوج نیهیلیسم و خودبنیادی دونستم. اینکه فکر میکنن بعضیا میتونن حقیقت رو تولید بکنن، فکر میکنن اگه عبدالکریمی صلاحیت نداشت به من بگن استاد، من استاد میشم. اصلا چنین نیست. اگر خواستید اون مصاحبه رو در روزنامه اعتماد بخونید. بله من دیروزم فکر کنم گذشته یه جور استوری کردم صحبتتون رو، چند دقیقه پیش دیدم، خودم خبر نداشتم. بازم این سوال بسیار شده که آیا یک انقلاب و آزادی جنسی در راه است؟ انقلاب یک مفهومه، آزادی جنسی یک مفهوم دیگری است. انقلاب یک پدیده قرن 19 و قرن 20 است و روزگار ما روزگار انقلاب نیست. به دلایل گوناگون تاریخی در جهان پسامدرن پدیده به نام انقلاب نمیتواند تحقق بپذیرد. این در مورد مفهوم انقلاب. جامعه ما جامعه جنسیت زده است. ما شدیداً بحران داریم. تفکر سنتی نتونست شرایط مناسبی رو برای ارضای غرایز ایجاد بکنه. جامعه ما به لحاظ جنسی جامعه نامتعادلی است. یک سطح رسمی است، اما حیات جنسی جامعه در زیر پوست شهر، فکر میکنم این آزادی جنسی وجود داره. یعنی در هیچ جا شاید سهل‌الوصول‌تر از کشور ما برای نیل به جنس مخالف وجود نداشته باشه. یک از خانم‌های جامعه شناس نوشته بود که نگاه مردان نگاه شکارگر است و مردان به شکل عنوان تومه به زنان نگاه میکنن. عذر میخوام ولی خب یه واقعیت جامعه شناختی است. نگاه زنان هم به نگاه مردان نگاه شکارگری است. یعنی هر دو طرف ظاهرا در پی تومه هستن و این خب نتیجه یک جامعه نامتعادله. روحانیت معظم ما، گفتمان انقلاب ما این امر رو درک نکرد که همیشه از دو طرف خطر وجود دارد. اینو بارها از زبان من شنیدید. اگر بی‌عفتی و بی‌بندوباری جامعه رو تهدید میکنه، در واقع انسدادها هم جامعه رو تهدید میکنه. من به عنوان یک پدر باید مراقب باشم پسرم و دخترم پا از قلمرو عفاف بیرون نگذارن. اما اگر فرزند من 40 سالش شد، دختر من 40 سالش شد، تجربه جنسی نداشته باشه، من باید فکری بکنم. باید خودم با دستان خودم دوشکی رو پهن بکنم، زمینه رو فراهم بکنم. یعنی خطر یک طرف نیست. بی‌عفتی یک خطره، بیماری روحی و روانی هم یک طرف دیگه است. جامعه متعادل، متفکرانش، اندیشمندانش، روحانیونش، حکومتش باید از هر دو طرف بیاندیشن. متاسفانه به خاطر حاکمیت ظاهراندیشی دینی ما یک طرف قضیه رو باختیم و امروز جامعه طغیان کرد. جامعه رو به تعادل برسید.
بله، چون ما دیگه وقت هم نداریم. من عذرخواهی میکنم از عزیزانی که من آخرین سوالم میکنم، چون بیش از اون تایمی که ما در نظر گرفتیم دیگه دوستانم خسته شدن. و آخرین سوال که خیلی هم دوباره این سوال رو کردن، نوشتن که به جناب آقای عبدالکریمی به عنوان یک جامعه شناس در آستانه سالگرد اتفاقات پارسال هستیم. هم جوانان مجددا برای بزرگداشت آنها خود را موظف به حضور در تجمعات می‌دانند و هم نیروهای حاکمیت برای مقابله آماده شدند و از سال گذشته آنها را متهم به بی‌بندوباری، غرب زده و تجزیه طلب. ما به عنوان پدر و مادر چه وظیفه‌ای داریم؟ حقیقتاً شرایط بسیار بسیار دشواری است. من سال گذشته نگفتم این بچه‌ها بی‌بندوبارن، گفتم که در واقع آنچه که خیلی احساس میکنن یک برساخت رسانه‌ای است. آیا اینکه برساخت رسانه‌ای است یعنی زمینه‌های داخلی وجود نداره؟ بی تردید زمینه‌های داخلی وجود داره. اصلا زمینه‌های داخلی وجود داره که یک چنین برساختی شکل میگیره. این بر پاس میده و آبشار میزنه. ببینید، حرف من اینه که راه نجات کشور از خیابون نمیگذره. البته قدرت سیاسی ما هم سمون بکن امیون شده. قدرت سیاسی ما هم دلنگرانی هایی داره که میشه این دلنگرانی ها رو فهم کرد، اما روش مواجهش با این دلنگرانی ها به نظر من روش صحیح نیست و در واقع آب با آسیاب دشمن ریختنه و بنزین روی آتش ریختن. لذا من فکر میکنم باید یک نیروی سومی شکل بگیره، یک گفتمان جدیدی شکل بگیره خارج از این دو قطبیت تا بتونه جامعه را از این انسداد خارج کنه. وگرنه این جامعه کماکان در این انسداد باقی خواهد موند و این انسداد نمیتونه ما رو به جایی برسونه. تشکر میکنم از شما همه عزیزان که وقت گذاشتید و تشکر میکنم و باز تشکر میکنم از جناب آقای اعتصام که شرایط رو مهیا کردن که ما بیشتر بیاموزیم.